الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این جواب ما قسم هفتم به شبهات مبشر مسلمیار در مسئله العذر بالجهل است. البته ما پیش از این مسائل ها را به نهایت با تفصیل در مسئله کفر مطلق و معین، عموم و مقید و فعل و فاعل و در مسئله شروط التکفیر، موانع التکفیر و دیگر از مسائل که شبهات را مبشر مسلمیار ذکر کرده جواب دادیم. و اما حالا به شما در مسئله بارک الله فیکم سخنهای علما که مبشر مسلمیار ذکر کرده است که گویا این علما جهل را در شرک و کفر اکبر عذر می‌دانستند سخن می‌کنیم و به این بگویم سخنهای علمای آورده است که شبهات است جواب میدیم. پیش از همه باید بدانیم که مبشر مسلمیار در سخنهایش بسیار مسئله اصول دین و مسئله غیر اصول دین در این مسائل شبهه می‌کند. مختصراً میگویم که بله، اسلام ما به دو قسم تقسیم می‌شود. اسلام مسائل هایی که ظاهر است، بعضی از علما اصول دین میگن، بعضی از علما معلوم من الدین بالضروره میگن، لیکن بالعموم ظاهر است. و مسائل هایی که خفی است، اگرچه از اصول باشد هم خفی است. مسائل هایی که از اصول هست، اصول دین است، اما خفی است، یعنی همه فهمیده نمیتواند. بارک الله فیکم. در همین باره مسئله های ظاهر و خفی البته خوارج ها و مرجئه ها گمراه شدند. مرجئه ها نیز میگویند که اصلا مسائل را ما نباید ظاهر و خفی جدا بکنیم، همه اش یک است و همه اش در همه اش جهل و عذر نیست و در همه اش حجت باید قائم کرده شود. و این مرجئه ها این سخن را میگند. اما خوارج ها هم میگن که همه مسائل ها ظاهر است و در همه مسائل ما باید یک باره تکفیر کنیم و نه اقامت الحجت، نه نظر به شروط و به موانع التکفیر. یعنی ببینید در مسئله تکفیر عموم و تکفیر عین و در مسئله قیام حجت و در مسئله ظاهر و خفی و در این مسائل سه مذهب وجود دارد. در همه این مسائل سه مذهب وجود دارد: مذهبی خوارج، مذهبی مرجئه ها مقابل خوارج و مذهبی وسط در بین اهل سنت و الجماعت. بارک الله فیکم. خوارج ها میگویند که همه این مسائل یک نمود ظاهر است. ما میگویند انسان هایی که به مسئله خفی دچار شده باشد هم، به مسئله ظاهر دچار شده باشد هم، حتی به گناه کبیره واقع شده باشد هم، یگان خیل جهل را عذر نمیدانیم. جهل عذر نیست در این مسائل، در یگان مسائل، نه ظاهر نه خفی. و هر یکی اونها را بالعین تکفیر میکنیم و حجت هم قائم نمیکنیم. مذهب خوارج است. مذهب مرجئه چه خیل است؟ میگن که در اسلام فرق ظاهر و خفی نیست، همه این مسئله به مانند خفی است. خوارج ها همه این مسئله را ظاهر به مانند ظاهر دیدند، خفی را هم مثل ظاهر دیدند. مرجئه ها باشد مسئله ظاهر را مثل خفی دیدند. انا همین است گمراهی اینها. مرجئه ها ظاهر را به آوردند و به خفی آمیخته کردند، خوارج ها خفی را بردند و به ظاهر آمیخته کردند. از همین جهت خوارج ها در مسئله خفی که نباید تکفیر میکردند تکفیر کردند. اون جایی که جهل عذر است گفتند عذر نیست، اون جایی که باید قیام حجت میکردند نکردند، خوارج شدند. مرجئه ها ظاهر را آوردند و به خفی آمیخته کردند و اون جایی که باید تکفیر شود تکفیر نکردند، اون مسئله که باید قیام حجت نشود و تکفیر شود قیام حجت گفتند و اون جایی که جهل نباید عذر شود عذر است گفتند.
انا همین آمیخته کردن سبب گمراه اینوش جدا نکردن. اهل سنت و الجماعت میگن مسئله ظاهر مسئله هست که جهل عذر نیست، بمانندی شرک اکبر، بمانندی دشنام دادن الله، دشنام دادن رسول دین شاعر اسلام، و بمانندی چهارمش استهزاء، و بمانندی انکار ذات علوی الله. هر کسی که به این کفریات و شرکیات واقع شد جهل عذر نیست و بدون قیام کردن حجت، بدون ابلاغ حجت تکفیر کرده میشود. اما در باقی مانده مسائلی خفی، گرچنده که از اصول دین باشد یا معلوم من الدین بضرور بعضی مسائل باشد، هم اگر خفی بماند به این معنا که خفی باشد و نو به وجود آمده باشد، خفی رو هم به معنای باید صحیح فهمیم. خیلی که مبشر مسلمیان خفی رو جهل میفهمد، این البته فهمی غلط و جهالت است. خفی یعنی یک مسئله نو پیدا شده از شرک همه نمیفهمد. خفی یعنی در مسائل احکام و در مسائل جزئیات و در مسائل اسما و صفات که الله و رسولش جهل رو عذر گفته، در اینجا میگن جهل عذر است. وقتی که جهل عذر شد، یک کسی به همون شرک و به همون کفر خفی وقتی که واقع شد، پیش از تکفیر کردن باید ابلاغ الحجه و اقامت الحجه کرده شد. انا مین از فرق ما. اهل سنت در بین هستند، هم خوارج ها رو گمراه میگن، هم مرجئه ها رو گمراه میگن. اما مذهبی مبشر مسلمیان در این همه مسائل، در مسئله جهل العذر بالجهل، در مسئله تکفیر عموم و تکفیر عین، و در مسئله شروط التکفیر و موانع التکفیر، و در مسئله قیام الحجت، البته که عیناً مذهبی مرجئه های غلات است و همه مسائل ظاهری رو انکار کرده مثل مسئله خفی معامله میکند. و مذهب اهل سنت رو خوارج میگد. خوارج ها رو نشناخته، زیرا که خوارج ها در مسائل خفیه که ما عذر میدهیم و جهل رو عذر میدونیم، در مسائل خفیه که ما در اونجا قیام حجت رو واجب میدونیم، خوارج ها عذر نمیدهن جهل رو و قیام حجت رو ضرور نمیدونن. خوارج ها در مسائل خفی هم تکفیر میکنن. از همین جهت شما خواهید که این اختلاف رو خوب فهمید و مذهب اهل سنت رو از خوارج و مرجئه جدا کنید، مسئله ظاهر و خفی رو جدا کنید. فهمید که خوارج ها گمراه شدند و همه اسلام را فقط ظاهر دیدند و همه مسلمان ها را تکفیر کردند. مرجئه ها غلات شدند، در باب افراط بگیم تفرید شدند و همه مسئله ظاهری بزرگ را کوچک فهمیدند. اهل سنت و الجماعت در وسط مسائل ظاهر را ظاهر میگویند و جهل عذر نیست میگند، در قیام حجت در تکفیرش شرط نیست، و هم علما و هم یک آدم عادی در این باب کسی را دید که واقع شده است تکفیر میکند. اما در مسائل خفی گفتند جهل عذر است، قیام حجت ضرور است، و در این مسائل عادتا علما و طلاب علم تکفیر میکنند. انا این است یک اصلی مسئله که سه مذهب در این مسئله وجود دارد و مذهب خوارج معروف است و در همین سخنش، در سخنهای علمای معتبر میگوید در شرک اکبر سخنهای علمای معتبر. مبشر مسلمیان خیلی که گوش کردید تقریبا 10 مراتبه در این سخن و غیر این سخنهایش میگوید که علما اتفاق کرده اند، علما اجماع کرده اند که جهل در شرک اکبر عذر است. من سخنهایش رو گوش کردم، از حجتهای علما یگان بار اجماع رو نقل نکرد. پس دعوایی که میکند که علما اجماع کرده اند و اتفاق کردند باطل است، دروغ است، زیرا ذکر کرده نتوانست و تهمت دروغ بودنش از اینجا دلالت میکند که ما اجماع رو چند بار نقل کردیم و امروز باز نقل میکنیم که به اجماع علما کسی که به شرک اکبر واقع میشود جهل عذر نیست، اقامت حجت نکرده عیناً بالعین تکفیر کرده میشود. در این مسئله تکفیر عموم و عین تقسیم کردنش این جهالت است در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر. از مسائل ظاهر اولین عالمی که ذکر میکند بگیم مبشر مسلمیان در این سخنهایی که از سخنهای علما میبرد تقریبا 6 علما رو ذکر میکند. شیخ ابن عثیمین، عبدالرحمن المعلمی و عبدالرحمن السعدی صاحب کتاب تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، و ابن تیمیه یک کلامی از ابن القیم یا نام ابن القیم جوزی رو میگرد و این چنین ابن عربی میگرد. مصداش رو میگذاریم. اولا سخن ابن عثیمین رو گوش میکنیم. مسئله هست و از
اقوال هم هست که به صورت مطلق میگه فلانی عمل کفر است، در موضعش است، اما در اینجا در مورد مسائل به اصطلاح چی سخن میگه، تکفیر معین سخن میگه. از ابن تیمیه رحمه الله یعنی کمی پیش سخن ابن عثیمین را نقل میکند و میگه که سخنهای ابن عثیمین میگه در این مسئله همین است که جهل عذر است. میگه در شرک اکبر کفر اکبر جهل عذر است. در کجا ابن عثیمین گفتند یا نگفتند؟ بیایید در بالای ابن عثیمین یک سخنی کنیم، زیرا که بسیاری از گمراها ما رو طعنه میزنند که شما ابن عثیمین رو این گفتید یا اون گفتید، زیرا که ابن عثیمین عذر بر جهل میدهد و شما میگید که کسی که عذری هست و خودش به شرک واقع میشد. ما میگیم که ابن عثیمین عذری نیست، ابن عثیمین عذر بالجهل نمیدهد. بیایید مقاله نوشته شده است، کتاب ها وجود دارد، من حالا صدایش رو به شما میگذارم، صدای ابن عثیمین رو گوش بکنید. سوال کرد شاگرد ابن عثیمین، از ابن عثیمین سوال کرد که یک انسانی که مسلمان است، روزه می‌دارد، نماز می‌خواند، زکات می‌دهد، لیکن اعتقاد می‌کند که اولیاء چی است؟ به اولیاء اعتقاد دارد. در بعضی از دولت‌های که اسلامی است، افغان بگوییم، تاجیکستان بگوییم، افغانستان، این پاکستان و غیره، مسلمان نشین است و اعتقاد دارد که این همون اولیایی که در قبر است ضرر میرساند یا فایده میرساند. و گفت که و کما انه یقوم بدعاء هذا الولی، و دعا میکند این ولی را، میگوید که ای فلان، ای ولی، میگد اگر تو به من این چنین یا آن چنین کردی، مرا شفا دادی یا به من فرزند دادی، من به تو نظر میکنم که یک گوسفند میکشم. آیا میگد مثل همچنین سخن کننده ها رو ما مسلمان گفته میتوانیم حکم مثل انسان ها چی است گفت؟ حاضر عربی همین سخن رو گفت. حالا ابن عثیمین جواب میدهد، گوش میکنیم. الله اکبر، الله اکبر. ابن عثیمین ببینید که چه جواب دندانشکن دادن. میگن که نامگذاری کردن این چنین انسان‌هایی که به قبر نظر میکند، اولیاء پرستی میکند، اونها رو دعوت میکند، اینها رو مسلمان گفتن، این جهالت است. هر کسی که این چنین انسان قبر پرست رو اگرچه نماز خواند و روزه دارد و قبر پرست باشد و نظر به قبر بکند و اولیاء پرست باشد، کسی اینها رو مسلمان گوید و عذر به جهل بدهد، این جاهل است. حقیقت همین است که میگد این آدم، این چنین انسان‌های قبر پرست مسلمان نیست، لانه مشرک، میگه زیرا که مشرک است. و بعد از این آیات ها رو ذکر میکنند و در دوامش میگن که فهذا و این صلى و صام و زکى و هو يدعو غیر الله، و هذا، و این یک آدم انیق، یک آدم معین اگر نماز خواند، روزه دارد، زکات بدهد و دعای غیر الله را بکند و عبادت غیر الله را کند و ينظر له و نظر به غیر الله کند، فانه مشرک، و این مشرک است. قد حرم الله علیه الجنه، همانا که برای همین انسان معین جنت حرام است و مأواه النار، و این جایش جهنم و دوزخ است، و ما للظالمین من انصار، به ظالم ها نصرت دهنده نیست. انا این از سخنی که ابن عثیمین جهل را عذر نمیداند، جهل را عذر نمیداند. هر کسی که خود را مسلمان بگوید غیر الله را عبادت کند، این مشرک است میگوید. این با تکفیر عین، بارک الله فیکم.
این بود در جواب سخن ابن عثیمین. اما در جواب عبدالرحمن المعلمی، ما حالا سخن عبدالرحمن المعلمی رو میگذاریم که چی میگه این کنیم. شيخ عبد الرحمن المعلمي ما قال فنحن ويدخلنا في سورة من سور السؤال ونحوها إن هذا الدعاء لغير الله تعالى وعبادة وشرك، فليس مقصودنا أن كل من فعل ذلك يكون مشركا، وإنما يكون مشركا من فعل ذلك غير معذور، فإما من فعله معذورا فلعله يكون من خيار. یعنی سخنهای عربی در اینجا سخنهای عربی شیخ رو میگه که گویا که شیخ این سخنهایشون دلالت به چی میکند. عبدالرحمن المعلمی یک از علمای بگویم جزروی هستند و 100 سال پیش تقریبا اومدند و علمای نجد این انسان رو بگویم تزکیه دادند و یک از علمای بزرگ هستند، یک چند کتاب نوشتند و سخنهایشون یک سخن ایشان رو گرفتن و باقی سخنهایشون رو پرتافتن جهالت است. و بار دیگر این دلالت میکند که مبشر مسلمیان از گوگل دیده است. من سخنهای مبشر مسلمیان رو باور کنید دریافت کردم وقتی که در گوگل گفتگو کردم چگونه که مبشر مسلمیان سخن به ترتیب میکند، دلیل ها میبرد، سخن میکند، همه چنین در گوگل اومده است. یک مرجعه مدخلی این سخن ها رو ترتیب داده است. مبشر مسلمیان بیچاره اقلا گرفته یک ترتیب نداده، یک ناآمیخته، حق گفتگو نکرده، همون دلیل های مدخلی ها آورده رو میخواند، فقط میخواند و ترجمه میکند. ما میگیم این از جهالت است. بیایید این مسئله رو به دفاع خود ترتیب ندهید، حجت های علما رو نظر بکنید. مدخلی ها این عمل رو کردن، اگر شما هم کنید شرمنده میشید. عبدالرحمن المعلمی خیلی که علمای نجد ذکر میکنند عذر و جهل نمیدونستند و این سخنی که حالا عربی خونده شد جهل رو عذر گفتن ایستادند، بلکه میگویند هر کسی که به شرک اکبر رفت ما میبینیم حالتش رو، بله میبینیم. وقتی که اکراه نباشد، وقتی که مجنون نباشد، وقتی که کودک نباشد بعد تکفیر میکنیم. بعضی حالت میگن عذر دارد، در حالت عذر بودن تکفیر نمیکنیم. بله درست است. وقتی که دیدیم که یک انسان اکراه شده است، مجبور شده است، یا مجنون است، معذور است، یا که یعنی یک انسان موحد بود لیکن مجنون شده شرک رو انجام داد از سبب مجنونی، یا که کودک است، ما میگیم معذور است. یعنی در شرک اکبر و کفر اکبر هم عذر در نزد ما وجود دارد. اکراه عذر است. قصد نکردن همون بگویم عمل به مانند اینکه مجنون شدن یا که در سبقت اللسان شدن یا کودک بودن عذر است. اما ما فقط درباره جهل گفته داشتیم که جهل عذر نیست. سخن این شیخ عبدالرحمن المعلمی رحمه الله در معذور شرعی سخن رفته است. شیخ میگویند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد یک باره در بعضی حالات نمیشود که مشرک بگوید. ما باید میگن نظر بکنیم. بله ما نظر میکنیم که امروزه یک جماعتی که به سر قبری فلان انسان میروند، صوفیان، قبوریان، آیا اینها رو کسی مجبور کرد یا نکرد؟ هیچ کسی مجبور نکرد. آیا اینها مجنون هستند؟ مجنون نیستند. کودک هستند؟ نیستند. پس عذر باقی نموند. عذر نیست. ما نظر کردیم. بعد از نظر کردن میگیم که هر کسی که به شرک اکبر رفت بدون اکراه مشرک است و جهل عذر نیست. انا این است فهمی صحیح سخنهای علما. بارک الله فیکم. و سخنهای دیگر رو از سخنهای ابن تیمیه نقل کرده. به نهایت سخنهای زیاد رو از سخنهای ابن تیمیه نقل کرده. ابن تیمیه میگه و میگه که ابن تیمیه گفتند که ما تکفیر نمیکنیم و همچنین سخنها. بیاید سخنهایش رو در بالای ابن تیمیه ذکر کنیم ببینیم. بله. یعنی در اینجا سخن ابن تیمیه رو میارد که ابن تیمیه در یک راه گذشته ایستاده بودند، یک جماعت رو دیدند که کار کفر میکرد، گفتند اگر من همون کار شما رو میکردم یا اعتقاد شما رو داشتم من کفر میشدم، اما شما رو تکفیر نمیکنم. یعنی علم داشتن خودشون رو گفتند اگر من علم که دارم من همین کار رو کنم کفر میشم. شما که علم ندارید جاهل جهل عذر است. بله درست است. این در مسئله صفات بود. این مسئله رو مرحمت در کتاب خوانید، در مسئله صفات بود. ما میگیم در مسائل خفی بود این مسئله. در مسئله خفی شیخ الاسلام هم تکفیر نکردند، ابن تیمیه هم بگیم ابن تیمیه، ابن القیم، محمد بن عبدالوهاب، علمای نجد ما هم نمیکنیم و سلف این امت پیش از همه در مسئله خفی تکفیر نکردند. تکفیر عموم آمده است اما عین رو اول عذر جهل عذر است میگن، حجت میرسونند. این مسائل خفی بود.
و در جای دیگر من بیاید سخن سخت‌ترین ابن تیمیه رو گویم که اینجا مبشر مسلمی رو ذکر نکرد یا ذکر کرد، والله اعلم. ابن تیمیه رحمه الله میگن که ما رو یعنی محمد ابن عبدالوهاب میگن ما تکفیر نمیکنیم، میگن کسی که قباب در گرد قبابی یعنی در گرد قبری این عبدالقادر جیلانی اینو طواف بکند. بعضی هم میگن که ما یافتیم ابن محمد ابن عبدالوهاب و علما تکفیر نمیکردن. نه، اینجا یک مسئله هست که شما جهلای مرجئه ها باید بفهمید. مسئله اسم و مسئله حکم. ما دو نمود تکفیر داریم، تکفیر اسم و تکفیر حکم. و این چیز رو شیخ الاسلام ابن تیمیه هم گفتند، ابن قیم الجوزی هم گفتند. تکفیر اسم این است که هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر رو کرد، از سبب جهل کرد، در این حالت ما اسم رو میدهیم، میگیم که این مشرک است، این کافر است، مشرک است. اما این انسان رو میگوییم که از سبب جهلش خونش حرام است، مالش حرام است و روز قیامت اگر در همین حالت فطرت بمیرد، اهل فطره امتحان میشود. اما تکفیر معذب، تکفیر حکم، این رو تکفیر معذب هم گفته میشد، تکفیر عذاب. کسایی که دیده و دانسته، فهمیده، حجت رسیده، قرآن رسیدگی، ترجمه ها هست، فهمیده با شرک رو میکنند، اینها هم اسم تکفیر کرده میشود، هم حکم. یعنی اینها هم مشرکند، هم جهنمیند، هم خون مالشان حلال است. بیایید فرق این سخن رو ببینیم. ابن تیمیه رحمه الله میگن در کتاب چخیلک مجموعه الفتاوا مجله 20 صفحه 37 آمده است: وقد فرق الله بین ما قبل الرساله و ما بعدها فی اسماء و احکام. همانو که الله فرق گذاشته است پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن در مسئله اسما و احکام. یعنی پیش از حجت رسیدن الله در مسئله اسم و حکم فرق میگذارد و بعد از حجت رسیدن الله فرق میگذارد. و جمع بینهما فی اسماء و احکام، و جمع کرده است الله بین اسما و احکام در حالت‌های. ما وقتی که اسما و احکام میگیم، طالب علمای جهلای مرجئه نمیفهمن که این چی گفتن گپ است. اسما و احکام گویم اینها شاید احکام فقهی گویند و کتاب‌های فقه رو کوند، برای اینکه جاهلند. مسئله اسما و احکام این مسئله تکفیری. تمام علما وقتی که در باب تکفیر کتاب نوشته اند، نام کتابشون اسماء و احکام است. علمای سلف رو نظر کنید، علمای اهل سنت رو نظر کنید، در باب تکفیر وقتی که گام میزنن اسما و احکام میگن. پس الله سبحانه و تعالی پیش از حجت رسیدن اسم رو گذاشته است. پیش از حجت رسیدن هم مشرک گفته میشد. اسم فقط اسم داده میشد، اما حکم داده نمیشود. یعنی عذاب کردن و کشتن و ذبح و خونش حلال و جهنمی گفتن، این رو حکم گفته میشد یا عذاب گفته میشد. ندارد، این چنینش نیست. اما بعد از حجت رسیدن جمع میشود، هم اسم و هم حکم. وقتی که به یک مشرک حجت رسوندید، هم مشرک است هم جهنمی است. اگر بمیرد جهنمی میشد. اما پیش از حجت رسوندن مشرک است، اسم رو میگیرد، اما اگر بمیرد پیش از حجت رسیدن این امتحان میشود، یک بار جهنمی گفته نمیشود. انا همین سخن رو عیناً خطا فهمیدن سخن ابن تیمیه رو شیخ بارک الله فیکم علی ابن خزیر الخزری کتاب نوشتند در عذر بالجهل. شیخ حمود ابن عقل شعیبی گفت زدند و در همین مسئله سلیمان علوان، عبدالعزیز طریفی و در همین مسئله شیخ خالد الفلیجی که امروز بینهاد این سخنهاشون در بین مردم ما پهن است، نظر بکنید چی میگن. همین سخن رو میگن. شیخ الاسلام ابن تیمیه همه سخنهایی که میگفتند که ما تکفیر نمیکنیم، این تکفیری عذاب بود. یعنی ما اینها رو خونشون رو حلال نمیکنیم، ما اینها رو جهنمی نمیگوییم، ما اینها رو کشتنش رو مباح نمیگوییم، تکفیر حکم نمیکنیم. عادتا تکفیر وقتی که میگفتن تکفیر اسم نمیکنن، اینها مشرکند اما تکفیر نمیکنیم. سخنهای ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، محمد ابن عبدالوهاب رو خوب دقت بدید. میگن که
آنهایی که طواف در گرد قبری عبدالقادر جیلانی میکنند اینها مشرک هایند، اما ما تکفیر نمیکنیم. چی گفتن این گپ است؟ اینها مشرکند اما تکفیر نمیکنیم. گفته شده مشرک این خودش تکفیر است. یعنی ما اسما میگوییم که اینها مشرکند، زیرا که وقتی که شرک آمد توحید حتما نابود میشد. اینها مشرکند، اینها مشرک ها هستند اما تکفیر نمیکنیم. یعنی حکما اینها رو تکفیر حکمی، یعنی تکفیر معذب، تکفیر عذاب نمیتیم. یعنی ما اینها رفته یک باره قتل نمیکنیم یا یک باره جهنمی نمیگیم، خونی مولش حلال نمیگیم، بلکه اینها کیا هستند؟ جاهل ها که قرآن و سنت نرسید اگر هم چنین باشد، و به اینها چی میگیم؟ جهل عذر است در مسئله تکفیر معذب، در مسئله تکفیر عذاب، تکفیر حکم جهل عذر است، اما در مسئله تکفیر اسم جهل عذر نیست. جهلا شما باید فرق گذارید در مسئله تکفیر اسم که جهل عذر نیست و در مسئله تکفیر معذب که این رو تکفیر حکم میگن جهل عذر است. وقتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن محمد ابن عبدالوهاب گفتند که ما تکفیر نمیکنیم جهل عذر است، تکفیر معذب رو گفتند و تکفیر حکم رو گفتند، اما در مسئله تکفیر اسم مشرک میگفتند. خودتون سخنشان رو ببینید، هؤلاء المشرکون، اونها مشرک هستند اما ما اینها رو تکفیر نمیکنیم. یعنی ما اونها رو جهنمی نمیگیم یا به اونها یک بار نمیجنگیم. محمد ابن عبدالوهاب وقتی که دولت اسلامی رو ساختند با کی جنگ کردند؟ فقط به همین مشرکای بادیه نشین، به مشرکایی که قبر پرستند، به همونها جنگ کردند. میگفتند که اینها مشرکند اما پیش از جنگ کردن به اونها حجت میرسونیدند. ان همین سخن محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام تیمیه است. اما این مسئله نازک است که الله به کسی توفیق نداده باشد، آدمی که منهج ندارد، آدمی که عقیده‌اش از هوا گرفته شده است، البته که این مسئله رو فهمیدنش به نهایت نازک است و نمیفهمد. بیاد برای کوتاه کردن مسئله که سخن‌ها زیاد است، سخن محمد شیخ الاسلام تیمیه رو که بسیار محمد شریف بگویم این مبشر مسلمی رو آورده میگیریم. قال ابن تیمیه در جای دیگر میگن اسم الشرک یثبت قبل الرساله فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه إلها أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول. اسم شرک، نام مشرک گفتن، اسم شرک یعنی مشرک گفتن ثابت می شود پیش از حجت رسانیدن هم، زیرا که این شرک به ربش کرد و دیگر چیز را عبادت کرد و به الله یک اله دیگری را شریک قرار داد. پس کسی که شرک را به الله قرار داد، نماز خواند، روزه داد، کاری نکرد، ما این انسان را پیش از حجت رسیدن هم مشرک میگیم، زیرا جهل در این مسئله عذر نیست. مسئله ظاهر است، خفی نیست. جهل عذر نیست، از همین جهت اقامت حجت شرط نیست. نه عالم، هم آدم عادی و هم یک انسان جوانی، یک ممیز 6-7 ساله این مشرک را مشرک میگوید. یک آدم بالغ واجب است که مشرک را مشرک گوید. اگر مشرک را مشرک نگوید حجت رسانده تکفیر کرده میشد. قیام حجت نرسیده اسم ثابت است، یعنی تکفیر اسم مشرک کافر، اما تکفیر حکم، تکفیر معذب حتما واجب است که اول حجت رسانده شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت کسی رو به قتل نمیرسوندند مگر اینکه حجت میرسوندند. صحابه ها پیش از اینکه مثلا به مسیلمه کذاب جنگیدند، پیش از اینکه به این بارک الله فیکم مانع الزکات جنگیدند، عموما یک باره به همون کلانسال ها، به همون رئیس ها حجت رسوندند. منهج اهل سنت همین است که اگر به رئیس یک جماعت حجت رسونید به همون جماعت حجت رسیدگی است. میگن در مسائلی که خفی هست باید در خودی مسئله حجت رسونده شد. مثلا در یک مسئله که خفی هست، مثلا مانع الزکات بود، در مسئله زکات باید حجت رسونده شد. اما در مسئله شرک اکبر، کفر اکبر، در این مسئله فقط قرآن و سنت بودنش و ترجمه زبان خودش رسیدنش انمین حجت است، تمام، دیگر حجت شرط نیست. انا این است. برای این سخنمان رو اثبات کردن که کفر المعذب علیه هست و کفر غیر معذب علیه هست، نظر بکنید به کتاب مجموعه الفتاوا مجله دوم صفحه 78 میگن که والکفر المعذب علیه لا يكون الا بعد بلوغ الرساله. کفر معذب علیه به وجود نمی آید مگرم بعد از بلوغ رسالت. یعنی ما همون وقت تکفیر معذب علیه میگوییم
کفرش معذب علیه شد، یعنی این تمام کافر شد، این باید کشته شود یا که حد ردت کشته شود یا که خون مالش حلال شد یا که جهنمی شد، این میگوییم که حجت به او قائم شده باشد. اما کفری که غیر معذب علیه باشد چی؟ یعنی فقط اسم، فقط مشرک گفتن، میگیم که پیش از قیام حجت این چی است؟ حجت ثابت شد. از همین جهت این مشرکایی که جاهل باشد اگر از همین جهت مسلمان ها اینها رو یک بار رفته به اینها جنگ نمیکنند، خون مال اینها رو حلال نمیگن، جهنمی نمیگن، میگن که شما مشرکید و حجت میرسونند. بعد از حجت رسیدن اگر قبول نکند بعد از این جهنمی میشود اگر بمیرد، بعد از این البته که خون مالش حلال میشود. اما پیش از حجت رسانیدن در مسئله نکاح، در مسئله میراث، در مسئله نماز خواندن، جنازه مثل کافر معامله میکنیم. خیلی که انا همین سخن رو علمای معاصر شیخ الراجحی، عبدالعزیز الراجحی، شیخ عبدالله جربو، شیخ بگویم عبدالله ابن جبرین رحمه الله که وفات کردن و شیخ ابن باز و شیخ ابن عثیمین و شیخ عبدالله بگویم شیخ محسن العباد البدر و شیخ عبدالرزاق ابن محسن العباد البدر و محمد امین شنقیطی، همه این علما در کتابشون ذکر کردند. ما اگر سخنهای همه اونها رو به شما ذکر کنیم باور کنید 4-5 ساعت باید زیاد صحبت بکنیم. کتاب‌های اونها رو ما در گروه‌ها گذاشتیم، منتشر کردیم. وقتی که ما با مرجئه‌های غلات جهمی تاجیکا صحبت می‌کردیم به صفحه گذاشتیم. و در تحقیق مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب، عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب و در تکفیر معین کردن شیخ اسحاق ابن عبدالرحمن و کتاب‌های زیاد نوشتند. در تحقیق شیخ الاسلام مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه عبدالله ابن ابوبطین و سلیمان ابن سحمان در کشف شبهتین میگن که شیخ الاسلام عذر بالجهل نمیدادند و شبهاتی که این مرجئه ها میگن از سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه گرفت این فقط همین است که در مسئله تکفیر معذب، در مسئله تکفیر حکم سخنهای ابن تیمیه کرده را مرجئه های عصر مثال میارند. مرجئه های عصر تکفیر اسم و تکفیر حکم را فرقش را نمیروند، اینها جاهلند. چخیلی که ابن القیم الجوزی این سخن را ذکر کردن. زیرا ببینید از این 2-3 سخنی که ما حالا ذکر کردیم شما میفهمید که ابن تیمیه رحمه الله جهل را عذر نمیدادن. ابو محمد البربهاری وفات کننده 329 هجری میگن وقد کفروا من حیث لا یعلمون من وجوه شتى، کافر شدند کسایی که غیر الله را عبادت میکنند از چند وجه در حالتی که خودشون نمیدونند و جاهلند، کافرند. اینو میگن. پس این دو نوع کفر رو ما باید فهمیم که کفری که اسم میگیرد و کفری که معذب علیه است. انا همین شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. یک اسم ثابت شدنش و نابود شدنش متعلق به احکام، به حسب احکام متعلق است. یعنی اسم ثابت میشد حکم ثابت نمیشود و اسم حکم در یک جا ثابت میشود. و در جای دیگر میگن که بارك الله فيكم والذين يؤمنون بالرسول إذا تبين له حقيقة ما جاء بالرسول وتبين له أنه مشرك فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه فيسلم إسلاما يتوب به من هذا الشرك. از اول اگر سخنشون بخونیم میگن که قال ابن تیمیه هذا الامور لا يشك من عرف الاسلام انه من الشرك. بسیار امورها رو ذکر میکنند و میگن که کسی که اسلام رو دانست میفهمد که این از شرک است، میگن این عملها از شرک است. و ان اصحابها ان كانوا معذورين بالجهل وان الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث اليه رسول كما قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا وما يستحق امثالهم من المشركين والذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبين له حقيقة ما جاء به الرسول وتبين له انه مشرك فانه يتوب الى الله ويجدد اسلامه. یعنی ببینید میگن که اگر اینها به همون عملهای شرکی واقع شود، اینها اگرچه معذور به جهل باشد و ان الحجة لم تقم علیهم، اینها به حجت قائم نشدگی باشد، اینها در کدام باب معذور هستند؟ میگن در عذاب معذور هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسول. آیت میگن که اینها مستحق عذاب نیستند زیرا که اینها جاهلند. اما اینها کیند؟ اینها مشرکند. در دوام سخنش میگه که
ما یستحق امثاله من المشرکین. ببینید آشکار گفته شدند که اگر حجت نرسد، اگر جاهل باشند، اینها عذاب داده نمیشوند. در روز قیامت الله اینها را جهنمی نمیبرد، اما در این دنیا حکمشان حکم مشرکین و کفار است. ما اینها را مشرک میگیم. جهلشان عذر بدنش در روز آخرت است. شیخ الاسلام اینها را مشرک گفته شدند، اما حکم به تکفیر معذب نکرده شدند. انا همین است فرق. سبحان الله. بارک الله فیکم. در مجموعه الفتاوا مجله 14 صفحه 477 ذکر می شود که و ان المشرک، میگن که بین فيه ان المشرك كافر ولا يسمى مسلما ولا يدخل الجنة ولو كان جاهلا. آشکار است که میگن مشرک کافر است و مسلمان نامیده نمیشود و به جنت داخل نمیشود اگرچه جاهل باشد. میگن و ان المشرك لم يأتي بالاسلام ولم يحققه فلا يصح ان يسمى مسلما ولا يجتمع اسلامه مع الشرك. همانا که میگن مشرک اسلام را نآورد، از او اسلام صحیح به وجود نآمد و تحقیق نیافت، این را مسلمان گفتن صحیح نیست. زیرا که لا یجتمع اسلام مع الشرك، زیرا که اسلام با شرک در یک جا جمع نمیشود. سبحان الله. آشکار. ببینید سخن ما همین است. در جای دیگر در مجموعه الفتاوا مجله 7 صفحه 263 آمده است، میگن فمن عبده و عبد معه الها آخر لم يكن مسلما. اگر یک کسی که الله را عبادت کند و با همراهی الله یک عبادت دیگری غیر الله را بکند، پس این مسلمان نیست. این چی است؟ این مسلمان نیست. برادران و خواهران عزیزم، این مسلمان نیست. سبحان الله. انا این است. پس در جای دیگر میگن که نحن نتوب الناس فقلت فماذا تتوبونهم قالوا من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك فقلت حالهم قبل تبويبكم خير من حالهم بعد تبويبكم فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه فجعلتموهم بتبويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام. این سخن را درباره کی گفته است؟ مجله 11 مجموعه الفتاوا صفحه 472 در حق مشرکای دعوت کننده به سوی شرک گفته است. به مشرکان میگیم که شما چرا مردم رو به سوی چی دعوت کردید؟ صوفی ها اگر گویند که ما اینها رو به سوی توبه دعوت کردیم، ما به اینها میگیم که این انسان‌های عامه‌ای که گناهگار هستند پیش از دعوت شما افضل و خوبتر هستند، زیرا بعد از دعوت کردنتون شما صوفی ها اینها رو مشرک و گمراه میکنید، به قبر دعوت میکنید. ببینید هر کسی که به قبر رود مشرک است. در جای دیگر میگن که لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. میگن که علمای اسلام تکفیر نکرده اند کسی رو که به سبب نو مسلمان شدنش یک چیزی رو چی کند؟ حلال کند، یکی از حرام رو حلال بگوید، یا نو به اسلام در آمده باشد یا که در یک بادیه زندگی کرده باشد، نشأت یافته باشد. در این مسائل ها گفتند اول بلوغ رساله کرده می شود، اول حجت رسانیده می شود. ببینید چگونه فرق گذاشتند بین اسم کفر و حکمش. سبحان الله. و عذر بالجهل رو خاص کردن در مسائل حلال کردن حرام یا انکار کردن واجبات از واجبات های توحید، واجبات از واجبات های احکام، نه در توحید. در توحید جهل رو عذر ندانستند، گفتند در توحید جهل عذر نیست، کسی که توحید رو ترک میکند به شرک واقع میشد مشرک است، اما در مسائل خفی جهل عذر است. سبحان الله. انا این سخن ابن تیمیه. در جای دیگر ابن تیمیه رحمه الله میگن که در مجموعه الفتاوا مجله 14 صفحه 282 آمده است ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد ان يكون عابدا لغير الله يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد وإما مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال والمنتسبين إلى الإسلام. منتسبين إلى الإسلام گفتند در روی عالم دو جماعت است، یا موحد یا مسلمان. هر کسی که الله را عبادت کرد و غیر الله کسی دیگر را عبادت کرد مشرک است، یا الله را عبادت نکرد پس این غیر الله را عبادت نمیکنم گوید هم مشرک است. قسم سوم وجود ندارد. میگن جهل عذر نیست.
در جای دیگر میگن که كذلك من دعا غير الله وحج الى غير الله هو ايضا مشرك والذي فعله كفر لكن قد لا يكون عالما بان هذا شرك محرم كما ان كثيرا من الناس دخلوا في الاسلام من التتار وغيرهم وعندهم اصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. ببینید بسیاری انسان‌هایی که نماز می‌خوانند، روزه می‌دارند، به اسلام در آمده‌اند اما شرک را انجام می‌دهند، عبادت می‌کنند. میگند بسیاری از تترها به اسلام در آمدند، جاهل بودند، نمی‌دانستند، هیکلچه‌های مخصوص داشتند، عبادت می‌کردند، نمی‌فهمیدند که این حرام است، نمی‌دانستند که این شرک است، نمی‌دانستند که به سوی جهنم اینها را می‌برد. از سبب نفهمیدن اینها شرک را انجام دادند. اینها گمراهند، مشرکند، اما لا يستحق العقوبه. اینها را عقوبت کرده نمی‌شود، یعنی تکفیری عذاب کرده نمی‌شود. اینها را یک بار مثلا جهنمی گفته کشته یا که خون مالش رو حلال کرده نمی‌شود حتی تقوم علیه الحجه، تا اینکه به اینها حجت قائم شود. لکن لا يستحق العقوبه. مشرک میگوید اما عقوبت نمی‌کنید، تو حجت نرسد عقوبت نمی‌کنید. نظر کنید به کتاب الاخنائیه صفحه 206. نظر کنید خودشون مشرک گفته شدند، جاهلند و مشرکند، اما عقوبت از اینها برداشته میشد. یعنی تکفیر اسم هست اما تکفیر معذب علیه نیست. بارک الله فیکم. پس الذين يأمرون بالحج إلى القبور ودعاء الموتى هم مشركون من جنس عباد الأوثان. ببینید کسایی که دعوت به سوی شرک میکنند و عبادت غیر الله را میکنند اینها مشرک هستند. من جنس عباد الاوثان، اینها مثلی همون بت پرستای بودیستو هستند. گفتند من جنس همون هستند. نظر کنید به کتاب الاخنائیه صفحه 465. من حالا یک سخنی آشکار واضح دیگر شیخ الاسلام رو میارم. میگویم که قال شیخ الاسلام وقد يخاطبون الميت عند قبره سل ربك أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبون لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائدا يقول أحدهم فيها يا سيد فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا سل الله يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا فسل الله يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم تو آخر شيء ميغان كي أنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم في مغبرهم وخطاب تماثيلهم وهم من أعظم أنواع الشرك ومن يدعو ويفعل هذا فهو مشرك. فالمدعي أن يعني این کسی که این عمل ها رو میکنه این مشرک است، میگن این مشرک است. همه این عمل های شرک رو ذکر میکنن، مشرک است اگرچه جاهل باشد. پس سخن ابن تیمیه رو هم شما نفهمیدید، سخن ابن تیمیه رو هم نفهمیدید. در جای دیگر میگن که ببینید مبشر مسلمیان سخنی بعد از این کی رو ذکر میکند؟ ابن القیم الجوزی رو. ابن القیم الجوزی میگند که والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شریک له والایمان برسوله واتباعه فيما جاء به. اسلام این توحید الله است، عبادت کردن یگانه الله است که شریکی ندارد، ایمان آوردن بر رسولش است، پیروی کردن به آن چیزی که آورده است. فمن لم يبتل عبد بهذا فليس بمسلم. هر کسی که نه یگان چیز نآورد مسلمان نیست. کسی که توحید نآورد مسلمان نیست. کسی که شرک کرد و توحید آورد نآورد پس مسلمان نیست. و ان لم یکو کافرا معاندا فهو کافر جاهل. مبشر مسلمیان هر دو گوشت رو کوشو و گوش کن که چی میگن. فإن لم يكن كافرا معاندا، اگر چی کافر معاند نباشد فهو کافر جاهل، این کافر جاهل است. کافر معاند کیست؟ کافر معاند کسی که دیده و دانسته یک کفر اکبر شرک اکبر میکند کافر معاند گفته میشد. کافر جاهل چی؟ ندانسته و نفهمیده یک شرک اکبر و کفر اکبر میکند کافر جاهل گفته میشد. کسی که الله رسول دیده و دانسته دشنام داد این کافر معاند است. کسی که دیده و دانسته قبر عبادت کرد کافر معاند است. کسی که دیده و دانسته استهزا کرد کافر معاند است. کسی که نفهمیده ندانسته این کفر اکبر و شرک اکبر انجام داد کافر جاهل است. طریق الهجرتین صفحه 449 نظر کنید. در جای دیگر عیناً سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رو میگویند که ابن القیم الجوزی کفر الجهل مع عدم قیام الحجه و عدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسول.
حجت الرسول. کفر جهل همون کفری هست که قیام حجت نرسیده و عدم تمکن نشده باشد، از معرفتش علاج نباشد. الله سبحانه و تعالی این خیر کفر جهل رو فقط عذاب رو از اون نفی کرده است، زیرا که به او حجت نرسیده است. تا قیام حجت شدن کفر عذاب، تکفیر عذاب نفی شده است، اما به او اسم داده می شد. در ابن القیم الجوزی در کتاب احکام اهل الذمه آشکار جدا میکند کفر حکم و کفر عذاب را. میگن که هؤلاء اهل الفتره والمجانين لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر هو جهود ما جاءه بالرسول فشرط تحقق بلوغ الرسالة. یعنی اینها نه مسلمان است و نه کافر است، معناش نیست که اینو بین است، نه، اینها مشرک است. اما اینها رو در این دنیا ما کفر اگر جاهل باشد کفر تعذیب نمیکنیم. در جای دیگر میگن که سلمنا انهم كفار لكن انتفاء العذاب انهم لا انتفاء شرطه وهو قيام الحجه عليهم باذن الله لا يعذب الا من قامت عليه الحجه. اینها کفار میگن، ان سلمنا انهم كفار، اونها کفارند، اما به اینها که قیام حجت نرسیده است الله از اونها نفی کرده است عذاب رو، یعنی تکفیر عذاب نیست. در کتاب اهل الذمه مجله دوم صفحه 111. یعنی ابن القیم الجوزی آشکار گفته است که دو کفر وجود دارد، کفر معذب علیه و کفر بگویم اسم، کفر اسم و کفر معذب علیه، کفر تعذیب میگن، کفر اسم و کفر تعذیب. این فقط طالب علمان اهل سنت میفهمند. حتی در کتاب طریق الهجرتین طبقه 17 ابن القیم الجوزی میگن طبقه المقلدین و جهال الكفار و اتباعهم، طبقه مقلدها، طبقه جاهلهای کافرها و پیروانشون که نفهمیده به کفر شرک واقع شدن، اینها کافرن میگن. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. أمت اتفاق کرده است که این طبقه کفار هستند، جاهل هایی که به شرک اکبر واقع، و این كانوا جهالا مقلدين و ائمتهم الا ما يحكى عن بعض اهل البدع. یعنی اینها میگن جاهل هستند، اگرچه مقلد هستند، اگرچه جاهل هستند، اینها کافر هستند، بجز یک عده از اهل بدعت که به اینها عذر داده و اینها رو جهنم نمیرود. اعوذ بالله. یعنی جاهل ها هم، بسیاری جاهل ها هم جهلش که جهلی بگویم شرایط که بود بردارد نبرداشت جهنمی است. یا که میگن که اینها امتحان میشن بمنزلت الاطفال و المجانین و غیرشون، اینها چی میشن؟ مثل همین ها است. فرزندان کفار، دیوانه های کفار که از خوردهش دیوانه هست، یا که مسلمان هایی که مسلمان بودی به شرک اکبر و کفر اکبر از سبب جهل غیر متمکن واقع شد، اینها اهل فطرت هستند میگد. ببینید سخن ابن القیم الجوزی هم بینید زیاد است و اگر ما این سخنهای علما رو ذکر کنیم بینید طولانی می شود. با همین میگوییم که سخنهای علما این است که جهل در شرک اکبر عذر نیست. محمد بن عبدالله میگن که فجنس هؤلاء المشرکین نحکم بانهم مشرکون و نرى کفرهم اذا قامت علیه الحجه. ها جنس اونها مشرکین رو ما حکم به مشرکین میکنیم، یعنی ما اینها رو مشرک میگیم، اما ما اینها رو تکفیر نمیکنیم تا همون زمانی که حجت نرسد. یعنی چی؟ یعنی ما اینها رو تکفیر معذب علیه نمیکنیم، اما تکفیر اسم میکنیم. ما اینها مشرک میگیم، اما تا حجت نرسد به اینها نمیجنگیم یا اینها رو جهنمی نمیگیم. دور رسانیه فلجت نجویه مجله اول صفحه 443. مشرک گفتند و بعد از این گفتند که ما تکفیر معذب علیه نمیکنیم. این چنین سخنهای علما زیاد است و اجماع در نزد ما بینهایت زیاد است. پس درباره سخنهای علما هم مبشر مسلمیار تلبیس کرده و یکی از سخنهای علما رو ذکر کرده که سخن ابن عربی است. حالا گوش میکنه چی میگه؟ دو بار گوش کرده. ابن عربی میگه. باز یک بار دیگر میگذاریم گوش بکنید نام رو. ابن عربی رحمه الله میگه در کتابش محاسن التأویل. ابن عربی میگه. ابن عربی میگه رحمه الله در کتاب مقاصد التأویل ورده است. البته این جهل مرکبی مبشر مسلمی رو نشون میده.
ابن عربی گفتن به یک طالب علم و ابن عربی رو مثال آوردن شرمندگی است. زیرا سلیمان ابن سحمان و پیش از سلیمان ابن سحمان علمای بسیار ابن عربی که در اولش الف لام ندارد، ابن عربی محی الدین ابن عربی اندلوسی که 558 هجری تولد شده 638 وفات کرده است، این رو تکفیر میکنند، زیرا که غلات صوفی بود که قبر پرستی را و تمام نمود شرک را و کفر را و الله را همه چیز را یک چیز میدونست. و امروز اگر بینید کبریت الاکبر از همین ابن عربی گرفته شده است، یک کبریتیه گفتگی، یک طریقه صوفی غلط. از سخنی مبشر مسلمیار ابن عربی را مثال آورد میگد. اما البته وقتی که کتاب را گفت ابن عربی غولی را نگفته است و ابن العربی را گفته است. این جهالتی مبشر مسلمیان را میکند که دو ابن عربی داریم و فرق هر دو این ابن عربی را از هم دیگر جدا نمیکند. از همین جهت ابن عربی را به الف لام میگد. اگر ما ابن عربی گوییم، این یک ابن عربی که محی الدین ابن عربی 548 به دنیا آمده 638 وفات کرده و این را علما تکفیر کردند و این را حجت آوردن، این اصلا باطل است. و اگر ابن العربی گوییم، این ابوبکر محمد ابن العربی قاضی ابوبکر محمد ابن العربی، این هم اندلوسی، هر دوشون هم اندلوسی، این اندلوسی و این آدم بگویم 400 والله اعلم چند موجود به دنیا آمده، 463 و 465 به دنیا آمده و عموما 543 وفات میکند. یعنی بین این دو ابن عربی فرق است. یکیش ابن عربی که علما تکفیر کردند، ابن عربی در بعد از وفات ابوبکر ابن عربی مالکی آمده است. ابوبکر ابن عربی مالکی در باب عذر بالجهل البته گپ زدند و این سخنی که مبشر مسلمیان میگه از همون ابوبکر ابن عربی است، اما الف لام رو نگفت که هر یک سخنش در این مسئله بینات غلطی بزرگ است. و اما ابوبکر محمد ابن العربی متوفی 543، این انسان در فقه مالکی بودند، در عقیده اشعری بودند. علما میگن که در اندلس و در مغربی اسلامی، در طرفای مغرب و بگیم اندلس این طرف، اشعری رو کی نصرت داده و کی منتشر کرده؟ انا همین انسان منتشر داده. ما ببینید این انسان شاگرد ابو حامد الغزالی است که ابو حامد الغزالی پیش از وفات کردنشون خودشون رحمه الله توبه کرده وفات کردن از عقیده باطلشون. پس این عقیده اشعری رو مثال آوردن و در مسئله عذر بالجهل انداختن، آیا همین است منهج مبشر مسلمیان؟ همین است منهج؟ شر نمیداره که یک سایتی مدخل ساخته رو بخونی و به من ترجمه بکنی، به مردم رو ترجمه بکنی؟ تحقیق در کجا است؟ پس ببینید که سخنهای علمای آورده اش سراپا چی است؟ همه اش باطل است و اجماع در نزد ما خیلی که گفتیم وجود دارد. ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم شاگردی بگویم ابو حنیفه رحمه الله میگن که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد اگرچه ندانسته باشد مشرک از جهل، در این شرک در این مسئله عذر نیست. در کتاب اللباب ذکر شده است و علمای سلف هستند یعقوب ابن ابراهیم و شیخ بگویم مروزی شاگردی امام شافعی 192 چنی هجری بگویم یا 292 چنی هجری وفات کرده این سخن رو گفتند و خودی امام شافعی و دیگر از علمای سلف این سخن رو ذکر کردند و در این مسئله صحابگان اجماع کردند و خودی ابن تیمیه رحمه الله اجماع رو نقل کردند، چهلی که عبدالله ابو بطین در کتاب الدر رسانه فی الحجة نجد ذکر میکنند و علمای نجد این سخن رو ذکر کردند که جهل در شرک اکبر عذر نیست. پس سخنهای علمای آورده رو مبشر مسلمیان تدلیس کرده، خطا کرده و از نظر منهجی مرجئه های زمانه مدخلی ها فهمیده است. با همین این شبهش هم کشف شد و باذن الله در شبهه آینده در حلقه 8 ما آیات هایی که حجت آورده است در مسئله العذر بالجهل ان شاء الله جواب میدیم که فهم آیات ها را چگونه خطا فهمیده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.